سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد یک مبحث خیلی مهم، این که از کجا بفهمیم که این صدایی که از توی لباسشویی میاد آیا مربوط به بلبلینگ‌های لباسشویی هست یا نه، آیا بلبلینگ لباسشویی ما سالمه یا نه. برای این تشخیص شما میتونید یک روش ساده رو به کار ببرید. ابتدا ببینید که لباسشویی گیربکسی است یا تسمه‌ای. اگه لباسشویی گیربکسی باشه یا همون دایرکت درایو که به اشتباه میگن گیربکسی، لباسشویی تسمه نداره. اگه تسمه دار بود که مشخص زیر لباسشویی اگه نگاه کنیم متوجه میشین که تسمه دار هست یا نه. برای اینکه بفهمیم بلبلینگ‌ها سالمه یا نه، بعد اون تسمه رو برداریم. اگر تسمه بود، اگه دایرکت درایو بهش کار نداشته باشه. وقتی شما این دیگو میچرخونین، لباسشویی دیگه باشه اینقدر میچرخه که وای نمیسته، مثلا 10 تا 20 دور میچرخه و وای نمیسته. یا اینکه صدای خورخور میده. در مورد اول که اون صدای حالا صدای کمی میده و دورش میچرخه، گریس اون خوش شده یا گریسی نداره دیگه، اصلا هیچ گریسی نداره و حتما باید تعویض بشه. در مورد دوم که صدای خورخور میده، با هم بریم فیلمای این ماشین لباسشویی رو قبل از تعمیر ببینیم که ببینیم زمانی که خراب بود چه صدایی میداد و چطوری بود. بلبلینگی که به این سرعت بچرخه 100% خرابه و ایراد داره و باید عوض بشه. فکر نکنید چون صدا نمیده و حالا به راحتی و روونی میچرخه این نباید اینجوری باشه. دقت کنید. الان میبینیم که این لباسشویی که ما میچرخونیم 2 دفعه یا 3 دفعه میچرخه و وای میسته، ولی مدل‌های قبلی اصلا وای نمیستن. یعنی یا اگه خوش داده باشه که اصلا وای نمیسته، مثلا 10 تا 20 تا میچرخه و وای نمیسته، ولی این مدل وای میسته. الان هم تسمه نداره و اگرم که حالا بلبلینگ خیلی خراب باشه قفل میکنه، مثلا آب رد کرده باشه صدا خورخور بده، بعد چند دفعه قفل میکنه. امیدوارم که از این کلیپ لذت برده باشیم، بهتون کمک شده باشه در این مورد.